با سلام با یکی شما بینندگان عزیز، شعله گلخوجه هستم با خبرهای تازه در خدمتتان. ساعت با وقتی پرگده و در مسکو 12 و در دوشنبه 14 است. در ساعتی که همه روزه من شعله گلخوجه برایتان خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را تقدیم میکنم و در دام این صحبت کوشش میکنم با سوالهایی که در جریان پخش‌های مستقیم از ما میپرسید جواب بدم. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده هشدار می‌دهد که در تاجیکستان هوای سرد و بارانی تا 27 نوامبر باقی میماند. احتمال لغزش ترما در راه‌های کوهی زیاد بوده است. از این سبب از ساکنان خواسته شده است که از سفرهای بی ضرورت طریق راه‌های کوهی رفتن به مناطق‌هایی که خطر لغزش ترما دارند خودداری نمایند. همچنین رانندگان باید حتما فاصله حرکت را جداً رعایت کنند و سرعت را زیاد نبرند. امروز رستم امامعلی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه با یک سفر رسمی به مسکو رفت. او و هیئت پارلمانی تاجیکستان را در فرودگاه ونوک و معاون رهبر شورای فدراسیون روسیه پیشواز گرفته است. این نخستین سفر رستم امامعلی به روسیه میباشد. هدف سفر و برنامه پسر بزرگ پرزیدنت تاجیکستان هنوز اعلان نشده است. خبرگزاری آزیا پلوس از قبل ساکنان شهر کولوب می‌نویسد که از روز یکشنبه به این طرف در این منطقه شبانگاه نیروی برق خاموش کرده می شود. به همین ترتیب حالا مردم در یک شبانه روز همگی 6 ساعت برق میگیرند. شبکه برق کولوب گفته است که خاموش کردن برق در منطقه مذکور به کم شدن ذخیره آب در آب انبار نورک میباشد. به قول منبع با شروع سردی ها اهالی در نسبت ماه اکتبر سال گذشته 10 میلیون کیلووات ساعت بیشتر نیروی برق را استفاده کرده است. حالا سطح آب در قیاس با سال پیش 2.5 متر پایین تر بوده است. به گفته نماینده شبکه برق چنین وضعیت در دیگر مناطق‌های کشور نیز به مشاهده می‌رسد و تا 10 روز دیگر اهالی به پررگی با برق تامین خواهد بود و در که طول چند هفته اخیر پیوسته صدا می‌دهد. در حالی که ساکنان در داخل تاجیکستان از کمبود نیروی برق شکایت میکنند، شرکت برق توجیک در ماه اکتبر سال جاری فروش برق را به کشورهای همسایه ادامه داده است. بر پایه امور رسمی تاجیکستان در ماه گذشته به مبلغ نزدیک 2 میلیون دلار برق را صادرات کرده است. این نشان داد در قیاس با ماه اکتبر سال 2019 1.6 میلیون دلار کمتر بوده است. ولی درباره به کدام دولت‌ها و چقدر نیروی برق صادر شده است چیزی ذکر نمی‌گردد. اساساً از تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان برق می‌خرند. همچنین به قرقیزستان نیز در حجم چندان زیاد نیروی برق داده می‌شود. قبلا در شرکت برق توجیک گفته بودند که امسال بنابر کمابی صادرات نیروی برق کاهش یافته است. در 10 ماه جاری مبلغ به دست آمده از صادرات برق بیش از 50 میلیون دلار را تشکیل داده است. حالا درباره جدول پروازها در مسیر روسیه و تاجیکستان معلومات می‌دهم. تا 30 نوامبر 30 پرواز دیگر باقی مانده است که تنها از سوی شرکت سومون ایر انجام می‌شود. فردا از شهرهای گوناگون روسیه به دوشنبه 6 پرواز در نظر است. مسافران طریق 3 پرواز از مسکو به پایتخت تاجیکستان انتقال داده می‌شوند. همچنین یک پروازی از یکاترینبورگ، نوسیبیرسک و قزان عملی می‌گردد. اکثر مهاجران از نرخ گران بلیط پروازها شکایت کرده راههای سفر طریق کشورهای سوم به تاجیکستان را می‌جویند. چند روزی آخر تعدادی از شما سوال میکنید که آیا توسط ازبکستان امکان دارد که از روسیه به تاجیکستان پرواز کنید، زیرا نرخ بلیط ارزانتر یعنی از 27 تا 30,000 روبل است. بله، چنین امکانیت وجود دارد، تنها برای آنهایی که شهروند تاجیکستانند. ولی همان گونه که کار افتادگان میگویند پیدا کردن بلیط ها به سمت ازبکستان دشوار است، زیرا پروازها کم انجام میشوند و طلبگاران سفر خیلی زیادند. نگفته نماند که اکنون شرکت اورالسکی آویالینی در یک هفته از تاجیکستان به روسیه 11 پرواز چارتری انجام میدهد. این پروازها الکی آغاز شده و از دوشنبه خوجند و کولوب مسافران را به 7 شهر روسیه میبرند. در این پروازها تنها شهروندان روسیه و آنهایی که اساس برای وارد شدن به خاک این کشور را دارند راه داده میشوند. بلیط‌ها به خط‌سیرهای مذکور از جانب نمایندگی شرکت اورالسکی آویالینی در تاجیکستان فروخته میشود. نرخ بلیط‌ها از شهرهای تاجیکستان به روسیه حدود 7000 سومونی است. اما وابسته به مسیر پرواز این نرخ کم و زیاد می شود. روز 23 نوامبر تخمینا 3 هفته پس از انتخابات ماموریت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برنامه گزارش قدرت به پرزیدنت منتخب این کشور جو بایدن را آغاز نمود. پرزیدنت ترامپ تا حال شکستش در انتخابات را اعتراف نکرده است، ولی او به اگنتی خدمات دولتی دستور داد که دوره گزارش را شروع کند. اکنون استاد جو بایدن امکان خواهد داشت که با منصبداران اداره‌های فدرالی مکالمه برپا نموده برای گزارش آرام رئیس جمهوری مبلغ‌گذاری دولتی پیدا کند. همین طریق جو بایدن و کامال هریس به مثل پرزیدنت ترامپ هر روز با گزارش‌های نیروهای امنیتی ملی آشنا می‌شوند. استودی بایدن این اقدام را خوشپذیری کرده است.
آژانسی امور تاجیکستان میگوید که سال جاری به کشور 73000 تن آرد و 760,000 تن گندم وارد کرده شده است. بیش از 90% گندم وارداتی از قزاقستان می باشد. در تاجیکستان بیشتر آرد 91 را خریداری میکنند که از آغاز سال تا امروز نرخش تقریبا 15% بلند شده است. حالا قیمت 1 کیلو آرد 91 با نرخ نسبتا ارزان در شمال تاجیکستان است، یعنی 4 سومانی و 40 درم فروخته می شود. در دوشنبه 4 سومانی و 70 درم و انجا خاروق و رشت بیش از 5 سومانی و شهر ترسونزاده 5 سومانی و 20 درم را تشکیل می‌دهد. در تاجیکستان استعمال محصولات نانی از معیار زیاد گفته می شود. با گزارش آژانسی امور هر ساکن کشور سال به حساب میانه 120 کیلو محصولات نانی استعمال می کند. دبیر کل پیمان ناتو ینس استولتنبرگ میگوید ماه فوریه آینده وزیران مدافع کشورهای عضو این سازمان سرنوشت میسیای تمرینی در افغانستان را حل و فصل میکنند. با نوشته خبرگزاری دپا روز 23 نوامبر استولتنبرگ گفته است یا ما پول داده پول حضورمان در افغانستان را پرداخت میکنیم و یا بیرون شده با خطری از بین رفتن تمام دستاوردهایمان روبرو میشویم. یک هفته پیش آمریکا اعلام کرد که شماره افسر و سربازانش در افغانستان را از 4,500 کنونی تا 2,500 نفر پایین خواهد برد. روز دوشنبه در آغاز کنفرانس دو روزه دونرهای افغانستان در ژنو کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران فیلیپو گراندی هشدار داد که کنار گذاشتن برنامه کمک به این کشور پیامد دهشتبار خواهد داشت. در روسیه یک شهروند تاجیکستان برای قاچاق و فروش چوب و تخته به 5 سال زندان محکوم شده است. دادگاه شهری براتسک میگوید تاجیک 34 ساله به هیئت گروه متشکل جنایی شامل بوده در فروش چوب و تخته به مبلغ 100 میلیون روبل دست داشته است. در برابر ادای جزا در زندان نظامش پرزور محکوم شده به پرداخت 400,000 روبل جریمه موظف گردیده است. دادگاه میگوید به هنگام اعلان حکم حالتهای سبک کننده به مثل اقرار گناه، اظهار پشیمانی از کردار صادر نموده وضع سلامتی وزیر تربیت داشتن کودکان نابالغ به نظر گرفته شده است. عثمانعلی عثمانزاده معاون سروزیر تاجیکستان از مسئولان شرکت تک اویل در دنغره طلب کرده است که برای هر چه زودتر برای ماندن کارکرد نفت خام کوشش کنند. این کارخانه در یک سال اقتدار کارکرد 500,000 تن نفت خام را دارد. معاون سروزیر گفته است آماده است برای برطرف نمودن مشکلات جای داشته از جمله دعوت متخصصان از چین خرید و راههای وارد کردن نفت خام کمک نماید. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساساً از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار یعنی بنزین و سلرکا وارد میکند. هر سال نرخ سوزشواری در تاجیکستان بالا می رود و به قیمت محصولات در بازارها تاثیر میگذارد. مقامات میگویند پست و بالاروی نرخ محصولات نفتی از آنها وابسته نیست. و وزارت تندرستی تاجیکستان روز 23 نوامبر اعلام کرد که شماره افراد فوتیده بر اثر سیریت کرونا ویروس تغییر نیافته است و این نهاد سبب مرگ تنها 86 نفر را از ویروس نو تصدیق میکند. کارشناسان به آمار رسمی باور ندارند و میگویند تعداد فوتیده ها به مراتب بیشتر است. به اطلاع رسمی در شبانه روز آخر در تاجیکستان 38 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. وزارت تندرستی گفت در عموم آمار بیماران تا 23 نوامبر به 11932 نفر رسیده است. با ادعای این وزارت از زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس در کشور بیش از 94% بیماران شفا یافتند، اما متخصصان آمار رسمی را درباره بیماران کرونا ویروس نو و مرگ و میر از آنها در تاجیکستان زیر شبهه میبرند. خب بینندگان عزیز و چون همیشه در پایان صحبت برایتان از قرب اسعار خارجی در تاجیکستان میگم. قرب 1000 روبل روسی رو امروز بانک ملی تاجیکستان رسا 148 سومانی مقرر کرده است. این نرخ نسبت دیروز 50 درم بیشتر می باشد. یک دلار آمریکایی باشد 11 سومانی و 30 درم ارزش دارد. با سپاس از یکایک شما دوستان برای همراهی. با خبرهای از این بیشتر من شما را در برنامه خبری 3 ساعت پس منتظرم. روز خوب داشته باشید و خود را احتیاط کنید.